برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. درود بر شما تماشابینان گرامی. برنامه دیدگاه است و شوکتی محمد با شما هستم. امروز در برنامه درباره جنگ گام میزنیم. جنگ چی؟ بعضی ها نمیاک کرده ایستادند که باید جنگ شود. جنگ با کی شدنش عمیق نه، لیکن گفته ایستادند که برای متحد سازی ملت باید هر 50-100 سال یک جنگ شده ایستد. عبدالقادر طلبکوف، رهبر کتابخانه شهری پایتخت و از مبلغان سرسخت رژیم امام علی رحمان که برخی عضوی ارشد فرمه جوابش هم میگویند، در صفحه فیسبوکی به قول خودش نمیاک به یک جنگ داد. جنگ. طلبکوف تصریح نمی کند جنگ با کدام کشوری را در نظر دارد و جنگ با کیها را در نظر دارد، اما بنابر تشنج بحث های سرحدی با قرقیزستان و بحث های راه افتاده در این مسئله در جامعه، اشاره طلبکوف با گمان غالب به جنگ با قرقیزستان است. البته طلبکوف در سطح نیست که حرف او چون نظر رسمی قبول کرده شود و یا حتی جدی گرفته و به آن توجه شود، ولی سابقه طلبکوف نشان می‌دهد که یکی از وظیفه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی فضا سازی و وظیفه دیگرش توجیه جنایت‌های رژیم است. حتی در همین حالت هم نمی‌شد این دعوای طلبکوف مورد توجه قرار گیرد اگر چند اماهای دیگری وجود نمی‌داشتند. البته دست زدن به حل نظامی مسئله خیلی بد است و به نفع هیچ جانبی تمام نخواهد شد. تنها مردم زیاده به خصوص در وارخ و چارکوهی سر اهالی تاجیکستان ضرر خواهند دید. این خیلی تشویش آور است. تماشاگران گرامی، با وجود نمی شود امکان آن را به پررگی از ذهنها دور انداخت و درباره آن نااندیشید، به خصوص در حالی که بعضی نشان دهنده های آن الکی ظهور کردند و از هر دو جانب هم گروه یا نفرانی هستند که برخورد نظامی به نفعشان است. یعنی هم در قرقیزستان هم در تاجیکستان عده‌ای هستند که برخورد نظامی به منفعت آنهاست. چرا چنین میگویم؟ خود اظهارات قمچیبک تاشیف را که سبب اصلی شروع بحث‌های تند در حال حاضر فقط در شبکه‌های اجتماعی شد، میتوان اولین اشاره به این فرضیه دانست. اظهار تحقیرآمیز قمچیبک تاشیف که گفت ما به تاجیکستان پیشنهاد کردیم وارخ را به قرقیزستان دهد، می توانست وضعیت را همان لحظه تیزیتون کند. فقط که اگر مقامات تاجیک کمترین حس غرور می داشتند، جرست قمچیبک را می برآوردند. چرا؟ اظهارات قمچیبک را که آهنگ اولتیماتوم داشت می توان چنین هم تعبیر کرد. همین آهنگ که قمچیبک تاشیف گپ زد که ندهید زده میگیریم. اولتیماتومش مضمونش همین بود.
قبل از اظهارات بحث برانگیزی توشیف، قرغیزستان در ولایت بادکنت یعنی در همان نزدیکی های واروخ مشق های نظامی گذراند و قسمتی از تکنیک حربی را که برای گذراندن مشق ها انتقال داده بود همانجا باقی گذاشت. نفسیک سلوچی. همزمان این کشور با یک اقدام بی‌سابقه قاچاق بار از تاجیکستان به قرغیزستان و از قرغیزستان به تاجیکستان را منع کرده زیر نظارت شدید گرفت و با این بهانه نظامیان زیادی را به سرحدهای تاجیکستان انتقال داد. قبلا اگر اهمیت داده باشید تماشابینان گرامی، قرغیزستان قاچاق یا اساساً قاچاق مواد سوخت به مثل بنزین، سلارکه را از جانب داماد رئیس جمهور همیشه چون قرطه خوب استفاده می برد، یعنی کازور در دستش و تاجیکستان را به گذشت ها مجبور می کرد. اما با کدام سبب تصمیم گرفت این قرطه اش را با زمین گذارد؟ ظاهراً مقامات تاجیکستان با ترس از قیام مردمی به گذشت‌های بیشتر راضی نشد. حال حاضر تاجیکستان کمترین واکنش نه به مشق‌های حربی و افزایش نظامیان با بهانه پیشگیری از قاچاق در سرحدش و نه به اظهارات تحقیرآمیزی توشیف نکرد. کرد؟ نه، نکرد. کمترین حرکت نظامیان به سطح سرحد هم تا حال مشاهده نشده است و ظاهراً به نظر می رسد که تاجیکستان گزینه حل نظامی مسئله را در نظر نگرفته است. ولی چند امای دیگر است که وادار می سازد بالایشان فکر کرده شود. تماشابینان عزیز، برای آمادگی به حل نظامی مسئله تاجیکستان باید به واروخ گروهی مخصوص یا کماندوس ها را انتقال دهد. برای چی؟ برای آنکه افسر و عسکران عادی نمی توانند از عهده این کار برآیند. این یکمش اینکه این مسئله ثابت شد. افسر و عسکران عادی را قرغیزها چیکار کردند؟ بردند به زانو شناندند، یراقهایشان را زده کشیده گرفتند. طرف قرغیز در همین حال به هیچ وجه از عسکر و افسران عادی کار نخواهد گرفت. یعنی الکی حکومت قرغیزستان به سرحد کماندوس ها را آورده است. کماندوس های تاجیکستان ها را درگجویند. گروهی مخصوصی ارتش تاجیکستان در بدخشان و قسما در ختلان قرار دارد تا از ورود جنگیان از افغانستان پیشگیری کند. برای انتقال آنها به واروخ باید این اطمینان حاصل شود که از جانب افغانستان حداقل برای مدت خطر تهدید نمی کند. اما رسانه ها را می خوانیم که این تهدید گویا وجود دارد. خصوصاً رسانه های چشمشان به روسیه بیشتر این گونه خبرها را نشر میکنند که گویا خیلی تهدید بزرگ از افغانستان به تاجیکستان هست. در همین فاصله زمان تاجیکستان با وجود قبلا نداشتن مناسبات گرم از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گرم استقبال میکند و به او عنوان علمی هدیه میکند. رسانه ها را خوانده استید. البته همسایه کشوری به تعبیر همیشگی مقامات کشوری ما جنگ زده، بله، امکان پرزور کردن نظارت در سرحدها با تاجیکستان را دارد. اما اگر چنین درخواستی از جانب تاجیکستان صورت گرفته است، پس به عوض چی باید حکومت افغانستان به آن راضی شود؟ سؤالی است که جوابش وقت می‌خواهد.
باید اینجا به یک چیز دیگر اشاره کرد. قضیه بازداشت 90 کیلوگرم طلا و میلیون ها دلار پول قاچاقی از افغانستان تا حال ناروشن باقی مانده است و با وجود ادعای دست داشتن مقامات بلندپایه افغان در آن، به کجا رسیدنی تفتیشات اعلام نمی شود. در پس منظر این بازداشت ها مقامات دو کشور سفرهایی به جانب همدیگر داشتند، از جمله سیمومین یتیموف به افغانستان و هیئت پارلمانی افغانستان با شمول مالک طلا و پولها محمد میرزا کتوازی به تاجیکستان و یک مقام بلندپایه افغان علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوی کرد، ولی قضیه با همین تمام شد. دو روز قبل با یک سفر غیر انتظار و ناگهانی وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا به تهران رفت، جمهوری اسلامی ایران. شیرعلی میرزا با همتای ایرانی خود امیر حاتمی دیدار گفتگو نمود و قرار است با مقامات دیگری بلندپایه ایران هم ملاقات داشته باشد. دقت دهید تماشابینان عزیز، با اطلاع رسانه‌های ایرانی وزیر دفاع این کشور در دیدار با شیرعلی میرزا با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری دو کشور گفت. با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه تسلیحات علیه ایران، تهران هیچ محدودیت در صادرات انواع سلاح ندارد. این چی گفتنی گپ؟ البته اینکه برداشته شدن تحریم ها عملا اجازه فروش هر ماله از جمله سلاح است همه میدانند، ولی چرا وزیر دفاع ایران به این تاکید میکند و محض در حضور همتای تاجیکستانیش؟ شاید شیرعلی میرزا از او سوال کرده که کی ایران میتواند به تاجیکستان سلاح فروشد یا انیقترش سلاح هدیه کند؟ در جواب طبیعی است که این گونه جواب شده است. حالا بیایید ببینیم کی منفعت دار جنگ است. جنگ خردکک. کی میخواهد یک جنگ خردکک تشکیل شود؟ فکر میکنم از هر دو جانب گروه یا نفرانی هستند که در یک نزاع کنترل شونده مرزی یا جنگ خردکک منفعت دار هستند. در اکثر حالت حاکمان برای بالا بردن ریتینگشان و یا منسجم کردن مردم کشورشان در اطراف خود از اصول جنگ خردی پیروزی آور استفاده می کنند. پس بیایید ببینیم که اینجا منفیت امام علی رحمان از این گونه تشکیل یا تأسیس جنگ خردکک چی است؟ همگان دیده ایستاده ایم که ریتینگ رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان ترین سطح از زمانی به قدرت رسیدنش قرار دارد. همین شب و روزی که ریتینگش پایین رفته است هیچ وقت تا به این درجه پایین نرفته بود. امام علی رحمان با سرعت طرفدارانش را از دست می دهد و اگر تا امروز در مبارزه اطلاعاتی به مخالفینش مبارزه را بای میداد، حالا خطر بای دادنش یعنی خطر باختنش در مبارزه عملی هم برایش تهدید میکند. چند روز آخر دیدیم که با ربودن عزت امان امام علی رحمان هم به خودش و هم به مردم ثابت کرد که کاسه صبر مردم لبریز شده است و هر لحظه میتواند به ترکش برساند. در همین شکل ادامه کردن وضع سیاسی برای امام علی رحمان یک سال هم کفالت قدرت باقی نمیگذارد. گارانتی نیست که یک سال دیگر حکمرانی کند. اکنون چی باید کرد؟ برای پیشگیری کردن از ترکش در داخل و بالا بردن ریتینگی به فرش افتاده اش، امام علی رحمان به یک نزاع، به یک جنگ با بیرون نیاز دارد. در صورت شروع نزاع
ملت خواسته یا ناخواسته مجبور به متحد شدن در اطراف حکومت می شود. نوابسته از نتیجه نزاع، امام علی رحمان عمر قدرتش را برای مدت دراز می کند. در تاجیکستان فرق ندارد، بای میدهی میبری. مبارزه شد بر ضد بیرون، مردم حتما گردی حکومت جمع می شود. و حالا که امام علی رحمان حس کرده ایستاده است که نه فقط مردم را از دست داده است، حتی هماندیشگان و تیم خودش را از دست داده ایستاده است. نه فقط تیم خودش را از دست داده ایستاده است، بلکه در داخل اویله نزاع‌ها به میان آمده است. بویش برآمده ایستاده است، همه فهمیده ایستادند. برای همین امام علی رحمان به تشکیل یک جنگ خردکک با بیرون نیاز دارد تا اینکه مردم را اطراف خودش دوباره منسجم کند. مردمی که از او از دیدار رویش بیزار شده اند با گشته اطرافش جمع کند. اما اگر حکومت قرقیزستان جنگ با تاجیکستان میخواهد یا اینکه صادر جباروف جنگ میخواهد، برای چی جنگ؟ انقلاب های چند سال آخر در قرقیزستان نشان میدهد که هیچ رئیس جمهوری در این کشور کفالت یک سال باقی ماندن در وظیفه‌اش را هم ندارد. بله، دیده ایستاده. هر لحظه میتواند گروهی از مردم به پا خیزد و رئیس جمهور را نه تنها به استعفا بلکه زندان فرستاند. بله، اینش هم هست که حتی میتواند از همان زندان نفر دیگری را رئیس جمهور انتخاب کند، برارد بیرون، من تو رئیس جمهور بگوید. این مردم این را ثابت کرد، نشان داده ایستاده است. هرچی پیشتر می رود، قرقیزها در عوض کنی رئیس جمهور همان قدر ماهرتر و عاجلتر می شوند. صادر جباروف که نو رئیس جمهور شده است باید از هر انقلاب علیه خودش پیشگیری کند. یگانه راه ملت قرقیز را منسجم کردن است، یعنی متحد کردن است. برای این چی باید کرد؟ هیچ چیزی مثل جنگ بیرونی یک ملت را نمیتواند منسجم سازد. این گپ را طلبکوف گفت که اینقدر خطا هم نگفته است. این است که صادر جباروف نیاز به یک جنگ خردکک دارد، اما با فرق از امام علی رحمان به صادر جباروف تنها پیروزی در این نزاع کمک میکند. فقط پیروز باید شود. در صورت بای دادنش، در صورت جنگ رو باختنش یا حتی مساوی انجام شدن جنگ، یک روز هم کفالت حفظ کرسیش را صادر جباروف ندارد. یک روز هم ندارد. مردم یک شرطه میزنند میرود. چون تاجیکستان ضعیفترین کشور منطقه است و وابستگی های زیاد از قرقیزستان دارد، بهترین گزینه برای جنگ خردی پیروزی آور جبار صادروف محسوب می شود. بهترین گزینه. اکنون اینجا یک نفر دیگر اگر جنگ شود خیلی منفعت بزرگ دارد. این کی است؟ سیمومین یتیموف. سیمومین یتیموف چه منفعتی از جنگ خرد دارد؟ ببینید تماشاگران گرامی، شاید منفعت دارترین نفر در یک نزاع بیرونی رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان باشد. هرچند سیمومین یتیموف در پاسخ به تحقیر همتای قرقیزش آب به دهان گرفته است. چند بار من گفتم مثل گونگ، چون میفهمیم او را حق حرف زدن به اجازت پیشوایش را ندارد. به اجازت پیشوا گپ زده نمیتواند. دم تا بگیر گفتگی دمش گرفته ایستاده است. اما
با گمان غالب امام علی رحمان را به یک نزاع خردی مرزی با قرغزها میتواند تحریک میدهد. زیرا اگر رحمانوف برای حفظ قدرتش 1 سال هم کفالت ندارد، برای یتیموف 1 ماه هم فرصت طولانی است. حالا همین گویا همین در بالای یک کوپرک ایستاده است که او کوپرک از قل از مو باریکتر و از شمشیر گذراتر است. پایهایش در یک روی شمشیر ایستاده است که عادی‌ترین لغزشش کارش را میپذاند. برای چی؟ تیم کمانده رستم شاهرخ کیها دم را زیر کردند و منتظر فرصت هستند. فرصت را پایده ایستادند. انا برای همین یتیموف میداند که در صورت سر شدن نزاع در مقامش باقی میماند. چرا؟ چون که طبق همان ضرب المثل مشهور اسبها را در میدان جنگ عوض نمی کنند. اسبها را در گذرگاه عوض نمی کنند. در صورت نزاع امام علی رحمان نیاز زیاد به گرگانی باران دیده مثل سیمومین یتیموف پیدا خواهد کرد و به هیچ وجه راضی نخواهد شد سیمومین یتیموف به استعفا رود. بله، انا برای همین سیمومین یتیموف را میتوان گفت که منفعت دارترین شخص به یک جنگ خرد است. اما ای هموطنان عزیز، مردمی عزیزم، جنگ همیشه بد است. جنگ بد است و صلح خیر است. هرچند اما جنگ ها ملت ها را سرجم میکنند و تحریک میبخشند. میتوان گفت که هیچ جنگ پیشگویی شونده نیست. میشد نمیشد هیچ کس نمیداند. تاریخ بارها شاهد آن بوده که جنگ خردی پیروزی آور که دیکتاتورها برای حفظ قدرت راه میاندازند به جنگ تمام عیار و طولانی تبدیل شده سری هزاران نفر از جمله خودی تشکیل کنندگان جنگ را به باد داده است. تماشابینان عزیز، هموطنان گرامی، با امید اینکه هیچ جانب این تصمیم ابلهانه را نخواهد گرفت، ملت عزیز شما را به زیرکی دعوت میکنم. بیایید سرجم شویم. بیایید متحد شویم. با هم بیاییم. شایسته ترین نفران را مسئولیت راهبری بدهیم. حکومت که مردمی شد، اکثریت مشکلات با راه طبیعی راه حل خود را می‌یابند. زیرا شخصانی شایسته کارهای شایسته انجام می‌دهند. شخصان ناشایسته این 30 سال نه 300 سال دیگر اگر در سر قدرت بمانند کار کردن نمی‌توانند. زیرا هیچ کار شایسته از دستشان نمی آید. بنابر وقت جنگ نه، وقت با راه آسایشته مردمی کردن حکومت است. این بود برنامه امروزه دیدگاه. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. تماشابینان گرامی، لطفاً پخش کردن تگمه لایک، پخش کردن تگمه زنگوله و آبونه شدن به کانال یوتیوبی ما را فراموش نکنید. سربلند و پیروز باشید. تا دیدار، خدا نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.
رادیوی پیام. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net